به نام خدای بزرگ و یکتا. تحلیل امروز من را روی طلا میخوام به همه عزیزانی که دنبال کننده صفحه یوتیوب ما هستن برشان توضیح بدم که قرار است در هفته جدید چه اتفاق بیفته با بررسی تمام اخبار و جزئیات و تحلیل تکنیکال. انشاءالله اگر خواست خدا باشه و شما در میان میگذارم. خب در نخست قسمی که ما میبینیم در طلا در کندل های ماهانه از لحاظ تحلیل تکنیکال ما یک کندل سعودی بسیار پرقدرت را داریم در این ماه که تا فعلا ادامه دهنده روند سعودی است با تارگت ناحیه 2448 که البته این تارگت ماهانه است. در پهلوی از این زمانی که تایم فریم خود چنج کنیم به ویکلی یا هفتگی، در این قسمت ما شاهد از این هستیم که بازار از این قسمتی که پایین آمده نتونسته این کفه بشکنانه در تایم فریم ویکلی و دوباره یک برگشت داشته. بار دیگه که پایین آمده تا این کفه بشکنانه تا به روند نزولی خود ادامه بده، این کفه گرفته نتونسته، اما سقفی که جدیداً ایجاد شده بود بالای سقف بسته شده. هم بالای سقف بسته شده، هم بالای سقف این کندل سعودی هفتگی، یعنی نشان دهنده است که بازار با این کندل سعودی هفته گذشته، 2 هفته گذشته البته، به روند هفتگی هم به سعودی تبدیل کرده. در کل روند ماهانه و هفتگی سعودی است و این قسمتی که هفته گذشته بود برگشت کرده و کدام کندل تاچ کرده؟ کندل سیاه یا همون میتیگیشن بلاک. زمانی که را تاچ کرده هدفش کجا بود؟ هدفش 2449 تارگتش است و قرار است که این نقطه را زیر ضرب بگیره و هدف قرار بده. در آغاز شاید در آغاز هفته چنین چیز اتفاق نیفته، اما در کل روند هفتگی هم همین نقطه است 2449. خب تایم خود چنج میکنیم به روزانه. در تایم فریم روزانه همچنان که میبینیم روند سعودی است و بالا رفتن خود ادامه میده. در این قسمت بازار حرکت نزولی داشت و دوباره حرکت سعودی ریتریسمنت، دوباره حرکت برگشتی که داشت آمد این کفه گرفت و یا همون اینترمدییت ترن لاره زمانی که را گرفت با حرکت سعودی خود ادامه داد. در این قسمت بازار سقف شکستان نتونست، اما اینی کندل که بالا شد سعودی این سقف شکستان. دوباره حرکت برگشتی داشتیم ریتریسمنت و حرکت سعودی با تارگت کجا؟ با تارگت 2460. در کل یوم که برگشت کرده این قسمت را تاچ کرده که ریسیستنت بسیار قوی بوده و قرار است کندل روزانه جدید که باشه این های را بزنه و این های را قرار است تاچ کنه که هر دو لیکویدیتی پولاس که از جمله نواحی نقدینگی است. خب قسمی که به شما گفتم یک تحلیل است، میتونه برخلاف از این بازار حرکت کنه، میتونه مطابق میل ما و تحلیل ما حرکت کنه. و قسمی که ما میبینیم در 4 ساعته، در این قسمتی که اخبار سی پی آی بود، بازار یک حرکت قوی را از خود نشان داد و در این حرکت قوی یا مو اکسپنشن که در بازار بود بعد از کانسولیدیشن و تثبیت قیمت یک حرکت اکسپنشن داشتیم و این حرکت اکسپنشن یا توسعه در بازار باید از خود یک حرکت برگشتی یا اصلاحی داشته باشه که عموما این حرکت اصلاحی تا 50% بازار می باشه. 50% فیبوناچی ریتریسمنت. الان با شما فیبوناچی را میندازم. زمانی که بازار از برگشت کرده و OTA یعنی اپتیمال ترید انتری این نواحی 60% و 70% و 79% ریتریسمنت است که بعد از این حرکت سعودی خود را ادامه بده باید این نواحی را تاچ کنه در بازار یک تخفیف بره یا دیسکانت تا دوباره به پریمیوم برسه و این قسمت که بازار در دیسکانت آمده زون تخفیف دوباره حرکت ریورسال یا چرخشی خود را ادامه داده تا هی های را تاچ کنه و بعد از های دیگری که من در ماهانه به شما گفتم او هم تارگت از 2449 و قسمی که می‌بینیم این کندل سبز بسیار پرقدرت بسته شده و این کندل نزولی را انگلف کرده و نگفته نمانه که هر کندل انگلف نشان دهنده ای است که یک جمع بزرگ از حمایت ها به مقاومت تبدیل شده در روند سعودی و نزولی. البته این را متوجه باشیم که اگر در روند سعودی کندل انگلف شده باشه به این معنی است که مقاومت ها به حمایت تبدیل شده. بعد از تاچ کندل سیاه برگشتی در این ناحیه یعنی مقاومت ها به حمایت تبدیل شده، اما زمانی که کندل انگلف شده باشه در روند نزولی
در روند نزولی که این شده باشه، یعنی اینکه حمایت ها به مقاومت تبدیل شده. خب در این قسمت مقاومت ها به حمایت تبدیل شده. در انگلف 4 ساعته مارکت باید این کندل را یک بار تاچ کنه، احتمالاً تا به این ناحیه برسه. خب در تایم فریم 1 ساعته در این قسمت ما زمانی که بازار آمده و ای اپتیمال تریدینگ را تاچ کرده، در این قسمت بازار یک لا یا یک کف درست کرده، دوباره یک سقف، کف تازه، و اینجا آخرین سقف ما بود که شکستانده شد توسط بازار با حرکت صعودی قوی، و احتمالاً در تایم فریم 1 ساعته بازار برگشت می داشته باشد تا این کندل بریکر را تاچ کنه و به حرکت صعودی خود ادامه بده. البته اگر نظریات دوستا باشه من اطلاع را همه روزه تحلیل خواهد کردم، چون فرصت کم می باشه، از خاطر این تحلیل ها را هفتگی میگذارم. زمانی که بازار را تاچ کنه و حرکت صعودی خود را ادامه میده تا به کدام ناحیه؟ تا به این ناحیه که ریسک ریوارد خوب را میتونه برای ما بده، البته اگر تایم فریم پایین‌تر تاییدیه بگیریم. خب دوستان عزیز موفق باشین، امیدوار هستم که از تحلیل لذت ببرین. تا دیدار بعد و تحلیل های دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. وقت همگیتون خوش. خدا نگهدار.